بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده های عزیز و گرامی، بیننده های محترم، چند روز میشه که مرا دوستا باعث میشن و پیام میکنن که باید روی چند مسائل ما وضاحت و روشنی بندازیم. میگن شیخی در کانال های یوتیوب برآمد میکنه و میگه که بعضی مسائل را رد میکنه. ما خودم هم شنیدم به نام دام الله سراج الدین کسی است که بعضی مسائل را به لباس حنفیت رد میکنه. میگه من حنفی هستم، بعد از اون مسائلی که در کتب احناف درج است و مستور است، باز اینا میخواین او را رد کنن و ردش میکنن. به طور مثال طلاق مکره را رد میکنه، در حالی که کتابا او را ثابت میکنه و میگه که طلاق مکره واقع میشه. به هر صورت این حنفی نیست، یک غیر مقلد است و باید رویه خود را ظاهر بکنه. به نام حنفیت پیش نبیایه، نگویه من حنفی هستم. سعی کنین دشمن که دشمن باشه، نر باشه مزه میته. اگر یک کسی در مقابل یک کسی واقع میشه، باید مردانوار بگویه من حنفی نیستم، من غیر مقلد هستم، بیا اینا استدلال کو کتم. اما اگر گردن کج میکنه و بعد از اون برای ما میگه که من حنفی هستم و بعد از اون بیخ حنفیت میکنه، باز این نادرست است. این دیگه امو ادنا و پستی و رزالت است که یک کس میکنه. بنابراین ترکار غلط است، بنا نکنه یک کس. اگر میایه به مو رویه و روش خود بیایه و بگویه که من غیر مقلد هستم، حنفی نیستم، حنفیتت قبول ندارم، بیزار هستم از حنفیتت، باز بعد از اون ما به امرایش بحث میکنیم و میبینیم که چگونه این مسائل ثابت میکنه. لطفا این عوام ما را به نام حنفیت فریب نتین و خود را به شهرت نرسانیم. ما آمدیم روی مسئله که مسئله طعام یا صدقه یا خیرات عقب مرده است، 1 2 3 40 پنجشنبگی جمعگی چلی، اینا چطور است؟ او میگه که نارواست، نادرست است. ببینین ما انشالله امی مسئله صدقه را در 2 ویدیو یا بیشتر از 2 ویدیو 3 ویدیو نشر میکنم. در قدم اول اینی کتاب است به نام الحاوی للفتاوا، جلال الدین والمله السیوطی رحمت الله علیه نوشته کرده. در صفحه 585 یک رساله داره به نام طلوع الثریا باظهار ما کان خفیا. بعد از اینکه فتنه موتا را در قبورشان وضع میکنه که مرده 7 روز در قبلشان چی است میشن؟ در فتنه واقع میشن، مفتون قرار میگیرن در 7 روز در قبورشان. بعد میگه که فتنة الموتى في قبورهم 7 ایام اوردها غیر واحد من الائمة في كتبهم، فاخرجها الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد. در کتاب زهدش امام احمد بن حنبل و امام ابو نعیم اصبهانی در حلیه یا در حلیه و همچنان ابن جریج در مصنفش یا جریج در مصنفش با می ترتیب می آید. خب ما از کجا استدلال می کنم؟ سلف امت اونا عادت شریفشانی بود که تا 7 روز عقب مرده صدقه می کردن. تا 7 روز، از روز اول شروع تا 7 صدقه می کردن تا ای که مرده و میت از چی خلاص شوه؟ از فتنه خلاص شوه. و در فتنه، همی فتنه ای که در برزخ و در قبر برایش واقع است، از همی فتنه به فضل و مرحمت خود اله العالمین را نجات بده. و این همچنان این روایت مسنده طاووس است. امام احمد بن حنبل روایت میکنه قال الامام احمد بن حنبل رضی الله عنه في كتاب الزهد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الاشجعي عن سفيان قال قال طاووس چی میگه؟ ان الموتى يفتنون
فی قبورهم سبعا، به تحقیق مرده ها در قبورشان 7 روز چی میشه؟ در فتنه واقع میشن. فکانو، پس بودن سلف، یستحبون، که مستحب میشمردن، ان یطعم عنهم تلک الایام، ای که طعام بته از جانب مرده ها در امی ایام هفتگانه، در امی ایام هفتگانه. قال الحافظ ابو نعیم فی الحلیه، در حلیه ای روایت، امی روایت است به سند دیگر. حدثنا ابو بکر بن مالک حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل حدثنا ابي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الاشجعي عن سفيان قال قال طاووس ان الموتى يفتنون في قبورهم 7 فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم تلك الايام، ای که طعام داده شود در امی ایام هفتگانه. پس ما وقتی طعام میتیم از جانب میت به عنوان صدقه و خیرات. ببینین اینطور فکر نکنین که خدا نخواسته ما این از دل خود گفتیم. این کتاب است، اگر در کتاب نبود دست شما به گریبان ما. این کتاب است به نام حاویل الفتاوا و این هم امور رساله و روایتی که ما خواندیم از اینجا خوانده شده. روایت طلوع الثریا فی اظهار ما کان خفیا رساله است. از ما یک جلده حاوی است، بعضی چاپا 2 جلد حاوی است. از ما یک جلده است، در صفحه 585 در الفتاوا الاصولیه الدینیه در ضمن از این امیر رساله موجود است. مراجعه کنن کسایی که میخواهند. پس او را ببینن. بناهن از این به صراحت معلوم میشه که مستحب است طعام دادن در 7 روز اول بعد از اینکه وفات میکنه میت. اما او حدیثی که جریر ابن عبدالله میگه اونجا ضیافت ممنوع است و مکروه است. وقتی که یک کسی وفات کرد در خانه کسی، مسلمان ها و همسایه ها چی باید بکنن؟ چرا او مسلمان غم سرش آمده، اندوهگین شده، ما باید چی بکنیم؟ ما باید از خانه خود طعام ببریم در خانه ازو و برای ازو اگر بالای ازو مهمان بیاید مهمانای شما برایش طعام ببریم. اگر او را چون غم مشغول کرده نمیتونه غذا پخته کنه، غم مشغولش کرده، پس ما یاری و همدمی کنیم تا 30 روز باید ما برایش طعام ببریم. این مسئله جداگانه است. اما مسئله صدقه باب جداست. اگر او میت صاحب مرددار میخواه، ولی میت میخواه که به امرای مرده خود نیکی بکنه، پدرش وفات کرده، پسرش وفات کرده، بابایش وفات کرده، مادرش وفات کرده، میخواه به امرایش نیکی بکنه که در فتنه قبر واقع نشه، صدقه میکنه، از جیب خود صدقه میکنه، هیچ مشکل نداره. به اتفاق فقهایی که اونا اهل تحقیق هستند و اهل درایت و بصیرت هستند، هیچ اتفاق نداره جز شرذمه قلیله نافهم که اونا از نصوص شرعی فهم ندارن. اونا باز این مسئله را ناروا و ناجایز میگن. اینجا 2 صورت است. اگر یک کسی ولی میت است، از مال متروکه مصرف نمیکنه، چی میکنه؟ با امرای میت و مرده خود تبرع میکنه، نیکی میکنه، جوانمردی میکنه، از پول شخصی خود مصرف میکنه. این خو که میت دفنم نشده باشه مشکل نداره، حتی سر تخته در حالت غسل باشه، از امو وقت جایز است تا روز 100,000 متر وقتی که میکنه هیچ مشکل نداره. یکی مال متروکه است که در اونجا شروط است. در مال متروکه مثلا صغیر نباشه، غایب نباشه. اگر غایب باشه که خبر باشه، به این صورت ها باز از او میتونه کرده با شروط دیگه. این مسئله به این ترتیب است. ما ان شاء الله العزیز ای که آیا پیامبر اکرم علیه السلام بعد از دفن مرده رفته صدقه را خورده یا نخورده، باز این مشکات شریف است و فقها باز ان شاء الله در درس بعدی این عبارات باز ما براتان در ویدیوی بعدی میخوانم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.